مانا برادرو یک سر غنوجین شویدی ارگینال ای برادرو، تازه شویدی گرمانسکی شویدی ای برادرو. غنوجین باشه برادرو در یکم زای بغوزی 6 ماهه ای برادرو. انا بلندی قدی غنوجین باشه یک و 40 بولو ای، مولی مایده نیست ای برادرو. اطرافش 800 کیلو جیوای ویست دارد برادرو. جیوای ویستش اطرافش 800 کیلو ای. غنوجین باشه برای اهلیش خوردن و سلامتیش به نهایت نغز ای برادرو. کارتینکه گویم هم میشود. رنگ اسب ای غنوجین تماشا کنیم برادرو. این خیلیش یگان تا میشود. در این وقتای آخر این خیلیش آمادگی نبود. غنوجین خوش رو تماشا کنین. انشالله آدمی که مالکم برکتی سخت میواد برادرو. بهترین سورت یکم گو میشود برادرو. در یکم گوسالش انشالله 25-30 لیتر شیر به حضور های مال جدت کرده میگیرد آدم گرفتگی. مسئله نرخ و نوای غنوجین باشه برادرو 48,000 سومون. 48,000 سومون میگویم. باز کم ترک معامله دستافکه داریم برادرو. اینا کسی ده محقول باشه زنگ زده خریداری میکنی. گرفته برکت. اینا اوز ای پیش این سر و فوکه نگاه کنیم برادرو. به نهایت نغزه. من این کنده سینه شد تماشا کنی. دست و پاهوشه. این توی پای میبینی. من این عقیبای مولای برادرو. عقیبش راستی پخ میشه بینی. این خالطه سینه ای 6 ماهگی خالطه سینه کردگه برادرو. اینه چرا دمی زویدن یا سینه میکند که راه گشته نمیتونه. چیست شیری های پراده شیویدی شیری که همینه میگم برادرو. اینه کسی ده محقول باشد زنگ زده خریداری میکنیم برادرو. 48,000 سومون. باز کم ترک معامله دستاف کشه کرده میتیم برادرو. اینه گو نه گو جون میشود انشالله. اینه 10 تا اشتق پشتق نه یا تا میکنی. جواب 10 تا اشتق میتیه برادرو. اینه خدای مال فهمه و ده حجتی که افزایی نیسته خودش فهمیده میگیره.